از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. خدا هوای عاشقا رو داره. هر کسی یه دعایی میکنه، یکی شفا میخواد، یکی پول، اما بیشتر از همه مردم طلب عشق میکنن و تلاش میکنن تا معنی عشق رو بفهمن. ای کاش یه بار خودشونو به خدای عاشقا میسپردن و با امید و شادی از دقایق زندگیشون لذت میبردن. اون وقت فریاد میزدن زندگی با عشقی که زیباست. لیموزفیلم تقدیم می‌کند آنکی اکین دایماز Oyko Challenge Burk Challenge Uğur Çavuşoğlu Hakan Meriçliler Ali Döşen Kalkan Bahlen Filozof Da دختر چوپان Hayat sevince güzel, sevda hayata bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevda hayata bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Cennetin yollarında, Ege'nin koylarında, Yarenin kollarında. Hayat sevince güzel. Nereden geldik dünyaya? Hayatı yaşamaya, değer aşık olmaya. Hayat sevince güzel. من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. بدون اون نمیتونم نفس بکشم. بزن دیگه بزن. من بمیرم من بی خیال اون نمیشم. خدایا خواهش میکنم جلوشونو بگیر. به خاطر من 2 تا برادر به جون هم افتادن. من نمیذارم تو اونو ازم بگیری. اون مال منه، میفهمی؟ مال من. من هیچ وقت بی خیال اون نمیشم. هیچ وقت. صبر کنی. بسه. بسه. با شما چی کار میکنی؟ من تصمیم به خودم رو گرفتم. من انتخابمو کردم. نظرم هم عوض نمیشه. حسن تویی؟ باز اومدی اینجا چی کار؟ صبر کن. اون تو بده من. بهت میگم وایسا. بالاخره که دستم بهت میرسه. صبر کن ببینم. بده به من اون سوتو. نمیدم. بهت میگم بیا اینجا. دختر چوپون. صبر کن. بیا اینجا. بیا اینجا. اون سوتو بده به من ببین. نمیدم. زود باش. ببین بالاخره که اون سوتو یه جوری قیچی میکنم از گردنت. صبر کن. مگه دستم بهت نرسه؟ آی وایسا ببینم. لاخشی میخواسته خوش میرن. بایی بچه ببخشید. خسته نباشین دخترا. سلامت داشتم. حسابی خسته نباشین. اما وقتی شما دارین زیر آفتاب کار میکنین شوهراتون کجا؟ نه؟ بازم توی قهوه خونه دارن بازی میکنن. آره؟ ترجیح میدم بترشم تا اینکه همچین شوهرایی گیرم بیاد. این شوهری که تو میخوای کجا گیر میاد ظریفه؟
راستی تو چه جور شوهری میخوای دخترم؟ حتما رمانتیک و احساسی. اگه زدن تو سرش صداش در نیاد. من همه‌شونو میخوام، همه‌شونو. شماها برین فکر شوهرای عتیقه خودتون باشین دخترا. حسن ببین منو، بالاخره که اون سوتو میچینم. خیلی خوب، شما هم صبر کنید، حسابی صبر کنید تا من برم یه ضد حال به اون شوهرای لنده هور عتیقتون بزنم، حساب کار دستشون بیاد و حالشون جا بیاد. میبین ای وای این دختری شهر باز الان میره همه رو به هم میریزه. باشین بریم حالا میبینیم چی کارشون میکنم. اسم خودشونم مثلا گذاشتن من یه حالی ازشون بگیرم. جمیعان سلام. احوالتون خوبین؟ بچه نمیگذره یه موقع بهتون. خدا رو شکر کاملا معلومه وقتی که زنا و دختراتون دارن زیر آفتاب کار میکنن شما دارین اینجا خوش میگذرونی. خیلی عمال دیده نه؟ واقعا دستتون درد نکنه. چی شد؟ خیلی خوبه نه؟ داره به منم خوش میگذره. ببینم میخوای چیکار کنی نه؟ داره به من حسابی خوش میگذره. دختر دیوونه معلومه چه کار میکنی؟ چون تو خودت ترشیدی دلیل نمیشه که بخوای زندگی مردم رو خراب کنی. باره پی کاره. منو ببین. بهم نگاه کن ببینم. خوب نگاه کن آقا. تو برو فکر خودت باش. اگه قراره یه نفر مثل شماها بیاد منو بگیره میخوام 100 سال سیاه نیاد. والا اون روی منو بالا نیارید. اعصابم ندارم چطور کور میکنم. ای بابا هر کی این دختر رو بگیره بدبخت میشه. به خدا بدبخت میشه. اون چوب من کو؟ چوب منو بدید ببینم. خدا به پدرش صبر بده. ظریف توپراک یکی از شیر دخترای خوشگل روستاست که یه روز خوبه یه روز دیوونه است. درای قلبشو به روی عشق بسته، مثل سنگایی که میزنه تو سر مردا دلش هم از سنگ شده. مورد علاقه دخترها و نور چشمی جامعه از هر باغی یه گلی میچینه و میره. سواش کوچر بازیکن حرفه‌ای خیلی شجاع و نترس، بچه‌ها رو دوست داره و به بزرگترام احترام میذاره، اما هیچ وقت دخترها رو به بازی نمیگیره. از پس ظریفم فقط این برمیاد. دارم میبینم. وای چی میبینی؟ ای وای روزار جون تو رو جادو کردم. وای نگو کی کجا؟ زود باشین جمع کنی باید بریم. چه خبره؟ چشماتو ببند. اجنه و ارواح دورمونن. چشماتو باز نکنی. هر صدایی شنیدی یا هر چیزی که دیدی باید مواظب باشی. اگه چشاتو باز کنی جن زده میشی. ای خدا هرچی بدی و نکوست ازم دور کن. ای جنبی دیگه بدوید. بابا چی کار میکنی؟ مشتری باید دارم. هرچی زودتر بریم ببینم مادرت کجاست. باز چه خبر شده؟ این چه وضعیه؟ الان وقت قرض زدن نیست، باید زودتر زده بریم. به سرت؟ کجا میخوای بری؟ تا به سرا نیا قدم از قدم بر نمیدارم. بابا ماشین رو روشن کن، باید فرار کنیم. دقیقاً حق با توی، درست میگی. پسرم دیوونه شدی؟ ساواش نیست، کجا بریم؟ بفرمایین حلال سازی اومد. این دفعه دیگه بد جوری گند زدم. باید زودتر از اینجا فرار کنیم. زود باشیم بریم. صبر کن، شما باز چه غلطی کردین؟ مامان جان الان وقت نداریم که بیا بریم تو راه حرف زود میزنیم. باشیم، باید سریعتر بریم. باید فرار کنیم. خبر ماما جان خودم قد خودش بلند باشه، چشم روی خوشگل داشته باشه، پول دار باشه، خونه خوشگل داشته باشه.
مخصوصا شما. بابا برو سر اصل مطلب، مردم خسته شدن. همونطور که میدونین چندین سالی که کت خدای این ده هم مختار اینجام خدا رو شکره. کشش نده مختار، حرفتو بزن دیگه. راست میگه مختار جون، برو سر اصل مطلب، انقدر کشش نده، برو دیگه. بله بابا جون بی خیال شو دیگه، وگرنه دیگه دخترم نمیتونیم پیدا کنیم. خیلی خوب بابا، مادر و پسری چی سرشون از سیاست نمیشه. آخه کدوم سیاست بابا؟ مگه میخوایم بریم سد آتاتورک رو افتتاح کنیم؟ خوبه همش یه خواستگاری ها. نه همونطوری که پسرم الان گفت، میخوایم برای پسرم اگه خدا بخواد زن بگیرم و برم خواستگاری، بعدش هم کل ده و شیرینی پخش میکنیم ایشالله. بزن کیف کنیم بابا. دیگه بابا جون بفرمایید. الان چه وقت این کارا صاحب جون؟ بهت میگم مهمونا دارن میان، بدو اینا رو جمع کن دیگه. ای بابا مگه غریبن دختر جون؟ مگه بار اولمونه میبینیمشون؟ آخه این سری فرق داره. چه فرقی داره؟ آقا مختار و خدیجه خانومن دیگه، یکی هم اون عثمان دیوونه است. ولی این دفعه قراره برای یه امر خیر بیان. جدی میگی؟ به بابا گفتی؟ اون میدونه؟ خب بهش گفتم که قراره بیان، اما نتونستم دلیلشو بگم، بذار سورپرایز بشه. سورپرایز چیه؟ خون را میفته. دخترا باز سر چی دارین بحث میکنین ها؟ خوش اومدین. خیلی ممنون. ظریفه دخترم، اونا رو بردار بذار تو آب، یکم خاکشون بریزه، فردا باشون مرهم درست میکنم. عباس چطور شده؟ چرا به هم دیگه چشم ابرو میاد؟ چیزی نیست بابا. ماهیگیری چطور بود بابا؟ ماهی ها سر کیف بودن. باباتون امروز 100 تا ماهی گنده گرفت، بعد گفت اینا کوچولو موچولو هن، همشون انداخت تو دریا. پدر بزرگتون باز چونش گرم شده. دستتون. عثمان هم با مختار میان اینجا. بالاخره اومدن. راست که بزنه به کوب را انداختین ها؟ این مختار انگار نمیخواد سرم. سلام علیکم کاپیتان صالح. سلام آقا مختار. امسال برای کمپین رایگیری خیلی زود اقدام کردی. این سر و صدا برای چیه؟ برای امر خیر اومدیم. گفتیم با ساز و دقلمون بیایم که اهالی هم دلشون باز شه. مگه میشه مختار با این عظمت خطایی بکنه؟ فقط یکم تعجب کردم. من فکر میکردم همین جوری اومدین دوره هم باشین. کاپیتان صالح تو هم با این خنده های چرت تو، اگه یه دوره همیه معمولی بود که اینطوری با ساز و دقل نمیومدی. خب حرف حسابت چیه؟ یه ساعت کت خدای دیتون و خانوادش رو سر پا نگه داشتین. خدایی نم حرف حسابه. بفرمایید. بریم ببینم. برین زود باشین همشهریای گلم. شما هم همین دور و برا باشین که نتیجه مذاکرات رو خدمتتون اعلام کنم. نوازنده ها بنوازین. البته من که یه تنه همشون رو حریف بودم، اما گفتم میافتن دنبالمون، برامون دردسر میشه. حوصله‌شون رو نداشتم. منم میتونستم از پسشون بر بیام، ولی طرف با تفنگ گفته دنبالمون. افتاده بود دنباله. چرا؟ چیزه؟ بگو دیگه باریش جون. تعریف کن داداش گلم. ماما من دیشب با یه دختره آشنا شدم. نزدیک صبح رفتیم خونش. خب حالا که چی؟ تو همیشه از این غلط ها میکنی. داشتیم گل میگفتیم، گل میشنفتیم که یه دفعه نفهمیدم چجوری جون سالم به در بردم. بی تربیت. آخه مگه این کار دیگه ای هم بلد؟ فکر و ذکرش شده مسخره. جدی میگی؟ خب بگو ببینم فکر و ذکر تو چیه ساواش؟
من چیزم. آره فکر و ذکر خودت چیه؟ بگو ما هم بدونیم دیگه. داشتیم تو سالن صادق بازی میکرد. رو میز یه پولایی خوابونده بودن که باید میدیدیم. اگه برنده میشدم زندگیمون زیر و رو میشد. معلوم است اینجا چه خبره؟ دیدم اوضاع بیریخت. میزو به هم ریختم و زدم به چیت. شناسی حالا نوبت توئه، بفرمایید. 2 تا مشتری که بهشون اسپری تقویت مو و کرم رفع جوش فروخته بودن با پلیس اومدن مغازه. مرده رو میگی یک مو به کلش نمونده بود، زنم که پوزش خالی شده بود. منم موندم آخه چرا اینا از من شکایت کردن؟ اصلا پلیسا چرا ریختن تو مغازه من که هیچی نفهمیدم. خداییش تو این مملکت یه آدم پیدا نمیشه که کارشو درست انجام بده و قدرشو بدونه. آره والا میگم بابا بهتر نیست سر صحبتو باز کنیم؟ بله به زبون راحته آقا. درست 30 سال بعد بابامون کت خدای اینجاییم. چیا که تو این 30 سال ندیدیم آقا جون. اگه دوست داشته باشی میتونم چند تاشو براتون تعریف کنم. نمیخواد تعریف کنی بابا جون. ممنونیم ازت. عثمان الانه که بدرتم نمیخواد تعریف کنم. خب دیگه سرتونو درد نیاریم آقا صالح. هم تو منو میشناسی هم من تو. این ده دختراشو به غریبه نمیده، از جای دیگه هم دختر نمیگیره. خب صالح جان، دختر تو و پسر من همدیگه رو دیدن و پسندیدن. قول و قرارشون هم با همدیگه تو آخور گذاشتن. چه جالب. پس چرا من بیخبرم؟ خب تو پدر دختری دیگه طبیعیه. اما نگران نباشی ها. من حواسم به جفتشون بود. مثل دختر خودم هواشو داشتم. اصلا نگران نباش. عثمان توضیح بده. بابا حرف زدن و حرف نزدنت هیچ فرقی با هم نداره. بگو دیگه. نذاشتم دست گرگ به بره برسه. دست خدیجه هم نذاشتم که به من برسه. دست پسرم هم از دخترت کوتاه کردم. بابا میگم کشش نده. برو سر اصل مطلب. خلاصه که صالح خان دخترت امینه رو به آقا عثمان ما میدی یا نه؟ خب حالا که به نتیجه رسیدین گفتین کیو برای چی میخواین ها؟ امینه رو. امکان نداره. من به مادر خدا بیامرزشون قول دادم تا وقتی که دختر بزرگم ظریفه ازدواج نکنه دختر کوچیک حق شوهر کردن نداره. اما بابا سکن. کاپیتان صالح این دیگه چه بهونه چرت و پرتی آخه. مختار ببین صدات در نگاه، چون نمیخوام دلتو بشه. تو رسم و رسومات ما اینجوریه. اگه تو یه خونه قرار عروسی برپا بشه اول از بچه بزرگ شروع میشه. درست نمیگم بابا؟ بله. پس منم حرف آخرمو میزنم. خب حالا که اینجوریه باید اول واسه من آستین بالا بزنیم. چرا اینطوری ماتتون برده؟ مگه تو این خونه من از همه بزرگتر نیستم؟ من 20 سال کیک صبر کردم تا با فاطمه ازدواج کنم، ولی کیه که به من اهمیت بده؟ بابا تو رو خدا هیچی نگو. کاپیتان صالح ببین گوش بده چی میگم. نه بگو. صالح این جوونه عاشق شدن، گناه دارن، دلت میاد آخه. چرا گناه داره؟ باید منتظر نوبتش بمونه، بعدش با هر کسی که دلش خواست ازدواج میکنه. مگه چه ایرادی داره؟ ها؟ چه مشکلی داره؟ کاپیتان صالح خودت اصلا میفهمی چی میگی؟ ها؟ کی میاد این دختر کله شق تو بگیره؟ مگه خودم بیان اینو بگیرن آخه؟ هر کسی نگاش بکنه با سنگ میفته دنبالش. هر کی یه چیزی بگه با چماق سیاه و کبودش میکنه. همه جوونای یه فصل کتک از این خوردن بابا. مگه مغز خر خوردن بیان اینو بگیرن آخه؟
دخترم نکن تو رو خدا. آروم باش. زشته عزیز من. بده من. اون روی منو بالا نیارینا. هی گفتم بزرگتر ظریفه. طاقت بیار ظریفه. زشته ظریفه. ولش کن ظریفه. کوتاه بیا. ولی دلیل نمیشه ای بس کن دیگه. زشته. ای بابا بس کن. تو هم یکم این دختر دیوونتو آدم کن مرد حسابی. بابا ما هم برای خودمون غروری داریم. زشت جلو این همه آدم آخه. مختار تو هم مقصر دیگه. خواهر جون تو رو خدا بس کن دیگه. بابا اولش که گند زدی دیگه با این حرفات امینرم به من پشت دست بزنم تو دهنش خواست بستم. ترکونو بگاستی. آشغالم آره؟ جوابمو بدین. نمیخوام شاخ حرف کنم. حرفی داری؟ آروم باش. با شما خجالتم خوب چیزیه جلو این همه آدم. بیرون ببینم. بدو. برو دیگه مختار. برو دیگه. نمیذارم کسی دخترمو خورد کنم. ای رو مخ من را میرن. اعصاب ندارم. به چی زل زدین ها؟ همتون خوب گوشاتونو وا کنید. مردی که بخواد منو بگیره هنوز زایده نشده تموم شد. حالا بهتون میگم من اونا رو نمیخوام، نه اونا منو. بهتره تک تکتون این حرف منو توی اون کله های پوکتون فرو کنید. فهمیدین چی گفتم؟ حالا هم زود خونه هاتون. برو ببینم این سینمایی تموم شد. زود عجله کن. قیافاتون نبینم. یه فکر بک به ذهنم رسید. تو رو خدا نمیخواد بگی. مدت هاست که خونوادگی مسافرت درست حسابی نرفتیم. خب میریم مسافرت ها؟ خیلی خوبه. فقط یه مسافرت کم داشتیم. این دفعه دیگه خیلی فرق میکنه عزیزم. میریم کشتی میگیریم، کار میکنیم، پول در میاریم، هیچ کم و کاستی هم نداریم. بهت قول میدم یه تابستون فوق‌العاده داشته باشیم شفیق جان. شناسی حرفش حرفه. همینه. دمت گرم بابا. من دارم چی میگم تو داری چی میگی؟ واقعا که مسخره است. پسر جان میگم وقتی فاطمه رو اولین بار دیدم 3 سالش بود. نامادریش پاکیزه گفت تو باید دختر منو بگیری. بابا 1000 بار این قصه رو برام تعریف کردی. نمیشه که. چرا میشه؟ حالا باید این قصه رو بشنوی. تا وقتی که اون دختر واسه من نگیری این قصه رو برات تعریف. کدوم دختر بابا؟ کدوم دختر؟ دختر بچه آخه ظریفه. بله بابا. همینو داره واسه من ناز میکنه. چرا از صبح تا حالا خبری ازش نی؟ من نمیخواستم همینو بگم. چی رو؟ چرا لج بازی میکنی؟ من که خیال ازدواج ندارم. خب بذار این دختر بره سراغ زندگیش. همچین چیزی امکان نداره. یه چیزی به اسم رسم و رسوم وجود داره. کوچیک‌تره باید به حرف بزرگترا گوش بده. همین که گفتم. من حرفمو زدم. خداحافظ. حرف آخرم همین. والا این بابات خیلی لجبازه. خیلی. سلامت. سلام دوستان، روز بخیر. سلام علیکم کاپیتان ساله. سلام آقا ساله. روز خوبی داشته باشی. خیلی ممنون. به آقا ساله، چه خبر؟ از این طرفا خیر باشه انشالله. چی بگم آسمان خانم؟ راستشو بخواین من یه خواهشی ازتون دارم. خب بفرمایید براتون یه قهوه بیارم. نه ممنون، باشه برای بعد. خیلی خوب باشه، پس یه قهوه بهتون بدهکار میشم. ماجرای ما رو حتما شنیدین؟ خب بله، کم و زیاد یه چیزایی شنیدم. ماشاءالله تو این روستا همه چیز زود پخش میشه. امینه با هم قهر کرده. من هیچ وقت نتونستم در مورد این چیزا باش حرف بزنم. دلم هم طاقت نمیاره دخترم قصه بخوره. بیچاره لب به غذا نمیزنه. وای شما اومدین تو ذهنم. آی آقا صالح، این چیزی که به ذهن شما میرسه قطعا چیز خیلی قشنگیه. خب راستش با خودم گفتم شاید آسمان خانوم با دخترم حرف بزنم و بتونه یه جوری راضیش کنه. مثل مادرش. درسته. خیلی خوب کردین که اومدین. من با دخترم امینه مثل یه مادر صحبت میکنم. مثل یه مادر. شما اصلا قصه نخورید. اصلا
خدا خیرتون بده آسمان خانم. خواهش میکنم. پس فعلا من برم. به سلامتی. قربونتون برم آسمان خانم. وای ندیدی چی شد؟ وای خاک تو سرم. آخه این چه کاری بود؟ ساله چه غلطی کرد. خدا خودش به خیر بگذره. خسته نباشید دوستان. شما هم خسته نباشید آقا ساله. اگه من 3 تا شوهر کردم زیر خاک، قطعا میدونم که این صالح به من نظر داره. خدای من نسینی ظریفه؟ برای چی باید از جوجه‌ای مثل تو بترسم ها؟ ولی چند لحظه پیش که اینو نگفتی. یکم قبل چی میگفتم؟ تو که اینجا وایستاده بودی عقل از سرم پرید. برو بابا تو هم خاک آدم تو سرت. همین مونده بود بشینی چشرونی کنی. خیلی بدی ظریفه. منم چین قصی نداشتم دختر. فقط عاشق اینم که به من نگاه کنی. اوه کاری نکن یه جوری بزنم و ملاجتو بپکونم ها. ظریفه وقتی اونجوری برام شاخ و شیره میکشی بیشتر عاشقت میشم. خدا بچه جون رو تو بکن اون باشه. میخوام با زبون خودت باز حرف بزنم. حرف بزن. بگیر. این چه میزنی آخه؟ بزنم ملاجتو خورد کنم آقا بزن. چرا میزنی؟ خوشت میاد؟ چیکار کردم؟ هر کسی میخوای باشی باش. اصلا پسر شما باش. چه فرقی به حال من میکنه؟ باش Seve seve ölürüm senin için. Yine tek bir bakışın için. Hadi hadi bak bana cesaretin varsa aşka. Seve seve ölürüm senin için. Yine tek bir bakışın için. Hadi hadi bak bana cesaretin varsa aşka. Seni ilk gördüğüm günü hatırladım. Kandırdı beni birden tek bir bakışın. Senindi tüm aşkım, senindi hayatım. Kalbimi kırıp bıraktın. Seni ilk gördüğüm günü hatırladım. Kandırdı beni birden tek bir bakışın. Senindi tüm aşkım, senindi hayatım. Kalbimi kırıp bıraktın. Seve seve ölürüm senin için. Yine tek bir bakışın için. Hadi hadi bak bana cesaretin varsa. Bile bile ölürüm senin için. Seve seve bir daha aşkın için. Hadi hadi koş bana yarınlarımıza. Seve seve ölürüm senin için. Yine tek bir bakışın için. Hadi hadi bak bana cesaretin varsa. Seve seve ölürüm senin için. Yine tek bir bakışın için. Hadi hadi bak bana cesaretin varsa. Bile bile ölürüm senin için. Seve seve bir daha aşkın için. Hadi hadi koş bana yarınlarımıza.